سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بچه موضوع ویدیو از این قراره که من باید با سرعتی ترین حالت ممکنه بازی پلی بدم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین، لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. لازم مطلی بزن بریم سراغ ویدیو. خب بچه اول از همه میایم سنسیتیویتی گیممون رو 200 میکنیم همشونو. بعد یه ترینینگ استارت میکنیم. بچه برای پی سی نباید سنسیتیویتی بازی رو بذارین چون سنسور تو خراب میشه. باجی چقدر سرعتیه. چی بگیرم؟ یه ام بی بگیریم. ام بی که نه، یه وودپکر رو به دیزرت. حاجی خیلی سرعتیه. هج میخوره. باید خیلی کم بکشم حاجی. بهش اد ندهه. خب بریم حاجی، بریم. ببین دوتا رو، نه دوتا که نه، 4 تا رچک بزنم میرم داده ولف. آی داداش من سنسم درست نیست بگم. آی آج اصلا سب نمیشیده. یکی. واه دوتا اچپیم چند بود؟ 3 بود 4 بود. آی من نمیکشم بالا اصلا، میترسم. ببین بکشم به رد میده. 4 تا حاجی. یکی دیگه رو بزنیم رفتیم. چه موومنت میشه داد. پشمو موومنتو. فری استایل پلیر شدم. خب دیگه حاجی همینو بک میدیم، همینو مستقیم بک میدیم و میریم لونه ولف. بله خب حاجی به سنسم دوباره بهتون نشون بدم. بچه ها اگه این پارت ویوهاش و لایکاش زیاد باشه، من پارت 2 رو میگیرم. اون دفعه دیگه ایکس و بایمو میکنم آتش دیگه. ببین اصلا فضایی میشه، اون خیلی بد میشه داداش. موومنتیانو برزیلیانو موومنتیانو. آی داداش من موومنت پلیرم و فست مست نزنی برام. حالا میزنم تو سرت. موومنتیانو. داداش سنس من نمیخوره تا هم که از من فلج شده. بچه حتما اگه پیسی پلیری تست کنیم. واقعا سخته با این سنس پلیری. اگه سنستون سریع باشه بازم سخته، کند باشه خیلی سخته. واسه من ببین معمولی رو به کنده دارم الان برای من سخته. میخوام پرشی بزنم. کف پا میزنه. موومنتیانو. داداش من موومنت بدم که نمیتونی بزنی منو. نمیبینم اصلا جلو من نمیبینم. داداش ببین موومنتیانوی. آقا من امدک گرفتم، احساس میکنم امده هم قرار خوب بخوره. احساس میکنم، حس شیشمم اینطوری میگه. اوی داداش وسط دیگه فشاریه بنده خدا. اسکل وسکش کرد. یه دونه هد بزنم میگیرم رو وسط. فقط کافیه پیدات کنم.
بگیر رو بستم سکول بزنی ها. سلام یارو ریسل پلیر ها فقط یکم فشاریه. واه چی میزنه اولترا. حاجی نتم حاجی اسکوپمون نشه. نه اسکوپ که هد نمیخوره، بعد از یه روش استفاده کنیم. تو داشت بستم کندی کجا میری؟ ببین بچه ها میخوام یه دونه تیر بزنم زمین بعد بکشم رویدش با اسکوپ نتم اگر یاری کنه. خب داداش بچه ها این خدایی لایک داشت دیگه ناموسم. یارو هم به من لایک داشت، شما یه لایک نمیدید. حاجی چی خورد پشمام. این هاکای اینطوری میزنه یه دونه به زمین یه دونه میکنه تو کلش. داداش بستم نزن دیگه داداش. این فقط میخواد منو بزنه، فرقی نمیکنه وست و هد و هر چی که هست، فقط میزنه. داداش متکیت کن دیگه و الان وست کش میکنم. بچه مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. بچه انصافا اون اسکوپ خدایی لایک داشت. حتما ویدیو رو لایک کنین، چنلمون هم سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم فعال کنین تا ویدیو جدید رو بهتر. بدرود.